درود بر شما. در درس امروز 3 حالت مختلف لب رو طراحی می‌کنیم: تمام رخ، سه رخ و نیم رخ. نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. در درس قبل آناتومی لب رو مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. در این درس این 3 حالت رو طراحی می‌کنیم و در درس بعدی حالات خاص لب رو طراحی می‌کنیم. اینکه سر بره بالا، لب به چه حالتی قرار میگیره، لب فرد مسن، لب کودک و لب و دندان. بریم برای درس امروز. حالت اول روبروه. بالای لب رو ببینید یه حالت هفتی داریم، اونو میذارم پایینش هم مطابق با همون فرم و بعد لب بالا رو وقتی کامل کنیم شبیه حرف امه که پاییناشو کشیده باشیم و باز کرده باشیم. یه عضله این وسط داریم، یه دونه سمت راست، یه دونه سمت چپ. به فرم اون عضله ها دقت میکنیم و خط وسط لب رو با توجه به اون فرم قرار میدیم. 2 تا عضله هم این پایینه که در بعضی از افراد اون 2 تا عضله کامل مشخصه، در بعضیا خیلی واضح نیست. لب پایین رو فرم میدم. بریم سراغ سایه زدنش. یه نکته ای رو که توی سایه زدن هر مدلی باید دقت بکنیم این هستش که وقتی که روی اون کاغذ طرحمون رو میکشیم نباید زیاد پاک کن استفاده کرده باشیم و بافت کاغذ رو له کرده باشیم. وقتی هی میکشی هی پاک میکنی بافت کاغذت رو له میکنی، بعد میای شروع میکنی رو همون سایه زدن و نمیشه اونی که دلت میخواد، به خاطر اینه که بافت اون زیر خراب شده. بنابراین اگر که زیاد پاک کن استفاده کردین تو هر طرحی هی کشیدین هی پاک کردین، طرحتون رو منتقل بکنین توی یه کاغذ جدید. اگه نه همینو با پاکن خمیری آروم کم رنگش بکنین و شروع کنین به سایه زدن. من با مداد B2 سایم رو شروع میکنم. نوک مدادم تیزه و یه سری ببینید خط کنار هم قرار میدم. از کنار هم قرار دادن خطها سطح ایجاد میشه. من تو این مدل از محوکن استفاده میکنم. دقت بکنین که محوکنتون رو فشار ندین روی کاغذ. خیلی آروم اون سطح اون زیر رو فقط پرش کردم. با خود مداد مستقیم هم میتونین سایتون رو بزنین. با یه مداد نمره بالاتر که من B4 استفاده کردم، خط وسط لب رو آروم آروم سایه میزنم. ببینید توی این سایه زدنم حرکت رفت و برگشتی ندارم، فقط توی یه جهت دارم سایه میزنم. ولی خب چون یکم تنده ممکنه فکر کنین که دارم میرم و بر میگردم، ولی فقط توی یه جهته. البته الان ویدیو توی سرعت واقعی خودشه برای اینکه حرکت دست من رو بتونین ببینین، ولی اگه دقت کنین میبینین فقط الان دارم چپ به راست سایه میزنم، دیگه راست به چپ نمیام روش. حالا میتونم مثلا اوریب بیام روش، اون جهتی رو که رفتین بر نگردین. این خیلی مهمه. این مدل سایه زدن رو توی ویدیوی جدول تونالیته گفتم، اگر اون رو ندیدین برای تمرین سایه ها حتما اون تمرین رو انجام بدین و بعدش یه سری جنسیت سازی داریم که به نظرم میتونه خیلی کمک بکنه. از پایین سایه میزنم، تونالیته میدم به بالا. تونالیته یعنی آروم آروم از تیره بریم به سمت روشنی. دقت کنین این پایین یک کوچولو فشار دارم، فشار زیاد نیست، ولی هرچی میام بالا فشار دستمو کم میکنم. آروم روش با محوکن حرکت میکنم. ببینید اصلا محوکنم رو فشار نمیدم که لک نشه، بافت کاغذم له نشه و خراب نکنه. این وسط لب برجسته ترین جای لبه و نور بیشتری دریافت میکنه. اون جای اون نوره رو بهتره که خالی نگه داریم. حالا من الان محوکن اومدم روش چون بعد میخوام پاکن بزنم. پاکن اتودیمو نوکشو با زاویه 45 درجه با کاتر میبرم، یا اگه پاکن معمولی دارین با کاتر پاکنتون رو به صورت کج ببرین که تیز بشه. بعد اون چند تا نور سفید اون وسط رو بندازین.
اگر که بتونید خالی نگهش دارین خب خیلی بهتره، ولی میگم چون میخوام با محو کن این درس رو کار بکنم، خب محو کن سرش پهنه، یه مقدار اون وسط رو پر میکنه. البته من اصلا اون وسط رو پررنگ نکرده بودم، چون اگر پررنگ باشه پاک کن که میزنین خرابکاری میکنه. اگر در طراحی که دارین مداد گرافیتی استفاده میکنین برای کار کردن، محو کن زدین، حتما روی اون قسمتی که محو کن زدین یه مقدار با مداد نوک تیز سایه بزنین، چون اون بافتی که محو کن اون زیر ایجاد کرده بافت خیلی جذابی نیست، یه مقدار له کرده اون زیر رو، و یه مقدار با مداد مستقیم که روش میایم کیفیت کار بهتر میشه و کار جذابتر میشه. و همچنین خب تیرگی ها رو ببینید با اون محو کن این سایه ها رو داریم میخوابونیم دیگه، یه مقدار تیرگی بیشتر دوباره میتونم با مداد بیام روش، باز یه کوچولو محو کن زدم که باز یکم دونه ها کمتر بشه دیگه. حرکت نهاییمو با مداد B4 میام. من اون زیر رو با مداد B2 سایه زدم، روش رو با مداد B4 زدم. با هر کدوم از اینام جدا جدا میتونید کار کنید، مشکلی نداره. قسمت دور لب پوست صورته و یه مقدار از لب روشن‌تره، مخصوصا اینکه این لب آرایش شده است، به خاطر همین خب یه چند درجه اختلاف رنگی داریم. من اون دور رو کامل با همین مداد B2 سایه میزنم. یه ضخامتی به لب دادم، ببینید یه مرزی اون دور در نظر گرفتم، خیلی کم رنگ، و به وسط به سمت داخل تونالیته زدم. این قسمت بالای لب رو ببینید، اینجا فرو رفتگی داریم. ما میدونیم که توی طراحی فرو رفتگی ها رو معمولاً تیره میکنیم، چون نور کمتری رو دریافت میکنن. میام تیرگی هاشو میذارم و حدود روشنی هاشو هم مشخص میکنم. این دو طرف یه مقدار روشنی داره و باید با تونالیته به سمت نور حرکت بکنم. همه رو باید نرم بریم. توی صورت هیچ قسمت زاویه داری نداریم که کامل تیز باشه، همه خیلی نرم و گردن. بنابراین این سایه ها خیلی مهمه که آروم آروم از تیره بره به سمت روشن. خطها اینقدر کنار هم قرار میگیرن که اون سطح رو پر کنن. ما گفتیم اینجا یه گره داریم، گوشه لب. پس کنار این فرو رفتگیه ما برجستگی داریم. پس از اینجا باید آروم تونالیته بدم به سمت بیرون. و گفتیم این قسمت گوشه لب یه فرمی شبیه دونات داره. به این دونات خیلی دقت بکنیم. آروم آروم به سمت بیرون سایه بزنیم. از نظر من توی طراحی چهره ساخت پوست خیلی خیلی مهمه. همه فکر میکنن که اجزای صورت خیلی اهمیت داره. اینم مهمه، ولی خب انقدر دیدیم و تمرین کردیم اکثر آدما اینا رو تقریبا درست انجام میدن. اما اینکه اون عضلات دور لب رو، عضلات صورت رو ببینیم و برجستگی فرو رفتگیاشو درست انجام بدیم خیلی مهمه. این قسمت زیر لب درست انگار یه پله اتفاق افتاده، پس تیرگی زیادی داره. من یکم مداد B4 رو زدم، آروم با محو کن میام روش و بعد اون دور تونالیته ایجاد میکنم از قسمت تیرگی به سمت بیرون. پایین این فرو رفتگیه یه مقدار روشنی داریم، اون رو نباید از دست بدیم. من الان سایه هامو میزنم، دوباره تو اون قسمت پاک و خمیری میزنم که نور اون قسمت کامل حفظ بشه. میتونیم هم اونجا رو دقت بکنیم کمتر سایه بزنیم، چون مداد گرافیتی راحت میشه یک کم پاکن زد. اوکیه، من انجامش دادم، ولی وقتی با خود کار کنین باید دقت بکنین هر جایی که خیلی روشنه حواستون باشه خالی نگه دارین. دیگه میرم سراغ حرکت‌های نهایی. اون دور اگر جایی جا مونده، اگر تیرگی روی لب نیازه میذارم. ببینید این عضله گفتیم باید روشن باشه چون نور دریافت کرده، و تیرگی‌های روی لب رو، اون حرکات نهایی رو میام
انجام میدم که کارم به مدل واقعی نزدیک تر شه. این گوشه ها رو هم آروم آروم سایه میزنم، چون اون قسمت دیگه خیلی برجسته نیست. وسط لب برجسته تره، پس روشنی بیشتری داره. مدل بعدیمون سرخه. به این مدل نگاه کنید. سمت راستش چون رفته به پرسپکتیو کوچکتر از سمت چپ دیده میشه. این خیلی مهمه که تو سرخ در نظر بگیریم. چون سر یکم پایینه، خط وسط لب یه قوسی داره. اون هفتی بالای لب رو میذارم. تیکه وسط لب رو گفتیم لب بالا 3 تا تیکه است. این تیکه رو میتونیم اگه دوست داشتیم با 3 تا بیضی کوچیک 3 تا دایره نشون بدیم. 2 تا عضله هم سمت راست و چپه. وسط رو گذاشتم و این فرم ها رو ایجاد میکنم. خط وسط لب تا گوشه لب. سمت راست رو ببینید، من دیگه گوشه لب رو تقریبا نمیبینم. این 2 تا عضله پایین، عضله سمت راستی رو باید کوچولوتر بذارین، سمت چپی بزرگتر. این کمک میکنه که فرم لب رو بتونین راحت تر در بیارین. میبینید درست بر اساس اون 2 تا عضله من فرم رو قرار میدم و طرحم رو کامل میکنم. وسط لب اینجاست. توی لب پایین هم حدودش میشه مشخص کرد. راستاش رو در نظر بگیریم. میتونین طرحتون رو کم رنگ بکنین و شروع کنین سایه زدن و میتونین انتقال بدین. ببینید اینو چند بار دارم میگم. نکته خیلی مهمیه. با مداد B2 شروع میکنم آروم آروم سایه زدن. این لب آرایش نداره. لب طبیعیه. بنابراین خیلی قرار نیست پر رنگ بشه. میتونید این قسمت سایه هاشو کلن با مثلا هاشبه بزنین، اون زیرو تیره تراشو با B2 بزنین. دیگه اصلا شاید B4 به کارتون نیاد. اون زیرو من پر کردم. بعد میام یه سری قسمت ها روی این لب به واسطه عضلاتی که قرار داره داخلش فرو رفته یا برجسته است. بر اساس آناتومی لب شروع میکنم سایه زدن. دونستن آناتومی توی طراحی خیلی مهمه. خط وسط لب رو سایه میزنم و میام بالا. روی لب یه خطایی به این شکل داره، عمودی از بالا به پایین. به واسطه اون عضلات بعضی از این خطها قوس میگیرن. اون قوساشو باید بر اساس مدل خیلی دقت بکنیم. دونستن آناتومی کمک میکنه که شما بتونین لب رو حتی حفظی طراحی بکنین. پس هر موقع که دارین طراحی میکنین اون قسمت رو تحلیل کنین. الان چرا اینجا تیره است؟ چرا اونجا روشنه؟ این خطها برای چیه؟ کجاست و به چه فرمیه؟ اینها رو هی از خودتون بپرسین و در نظر بگیرین. اینطوری اگر یه وقتی عکستونم بی کیفیت بود و یه چیزایی رو نمیدیدین، به خاطر دانشی که دارین فرم‌ها رو درست میذارین. خطوط رو مشخص میکنم. آروم آروم سایه میزنم. روی لب چون که وسطش برجسته است و بالا پایینش فرو رفته است انگار و نور کمتری داره، ما باید سایه ها رو به این شکل بزنیم. یه تیکه از بالا میزنم میام پایین، یه تیکه از پایین میزنم میام بالا. اون وسط روشنیه. سمت چپ رو ساختم، میرم سراغ سمت راست. بر اساس حالتی که لبش گرفته ممکنه فرم این عضلات یه مقدار تغییر کنه ولی بیسش یکسانه. این راستای لب بالا و پایین رو حتما دقت بکنین. لب پایین همیشه یکم عقبه و این تو سرخ مشخص میشه. توی تمام رخ معلوم نبود. این دو تا خط درست زیر هم قرار گرفته بودن ولی الان که سرخه یه مقدار متفاوته. با مداد هاشبه زدم. حالا با B2 میام تیرگی هاشو میذارم. قسمت پایین لب نور کمتری دریافت میکنه، بنابراین تیره تره. لب بالا هم کلن از لب پایین تیره تره معمولا، مگر اینکه نور از پایین باشه که خیلی کم پیش میاد که مثلا توی عکاسی یا
کاری نور رو از پایین بتابونیم. اون قسمت بالای لب رو، فرمش رو سایه میزنم. این قسمت رو گفتیم فرو رفته است، پس باید تیره تر از قسمت های دیگه باشه. دقت کنید که نوک مدادتون تیز باشه و مرتب مداد رو تو دستتون بچرخونید. میام سراغ این عضله‌ای که گفتیم و این فرو رفتگی اینجا. این فرم دونات شکل تو این قسمت باید حتما در نظر گرفته بشه و از وسط به طرفین سایه میزنیم. دور لب، پوست صورت سایه میخوره. من اینجا اول میخواستم اون قسمتی که مثلا اون تحریشی که داره نذارم و با اون پیش‌فرض دارم سایه میزنم. بعد گفتم بذار حالا یه تحریش هم بزنیم که اونم تجربه کرده باشیم. میخوام بگم اگر که این آدمه اون ریش و سیبیل رو نداشت، همین مدلی که دارم الان انجام میدم سایه‌شو میزنیم. پوست اون دور رو آروم آروم میسازیم. اگر که اون ریش سیبیل رو داشت، بازم همین کار رو میکنیم. بعد اون تحریش رو میاریم روش. خب یا اینکه میتونیم برعکسش عمل بکنیم، اون تحریش رو بذاریم براش، بعد این تیرگی ها رو قرار بدیم. هر دو اوکیه. من کل این سایه ها رو با مداد مستقیم کار میکنم. حالا یه جاهایی مثلا اینجا تو قسمت های روشن یه کوچولو انگشتم رو میکشم روش که یکم سریعتر کارم انجام بشه، وگرنه با خود همین مداد مستقیم هم میشه ساختش. چون قراره بعدش روش دوباره با مداد سایه بزنم، اون یه ذره که انگشت کشیدم اصلا به چشم نمیاد. به نظرم تو مداد گرافیتی اشکالی نداره یکم این کار رو انجام بدیم. گوشه لب رو سایش رو زدم. حالا میام تو اون قسمتی که سایه زده بودم دونه دونه خطای کوتاه کوتاه میذارم. دقت بکنیم این خطا اصلا نباید ردیفی باشن. یعنی مثلا هر دوتایی که زدیم ردیف پایین بینش یه دونه باید بزنیم و کلن باید نامنظم باشه، چون اگر منظم بشه خیلی بد میشه. اون قسمت بالا رو کامل سیبیلش رو قرار میدم خطای کوتاه کوتاه و نامنظم با نوک تیز مداد. چون ریش و سیبیلش خیلی تیره نیست، این کار رو مثلا با همون مداد هاشبه یا مثلا B2 میتونین انجام بدین. من دارم با B2 میزنم. بالایی ها رو کم رنگ تر گذاشتم. این موهای این پایین هم ضخیم تر بود هم متراکم تر. بعد از اینکه اون حالت رو گذاشتم دیگه اون سایه های تکمیلی رو اجرا میکنم. هر جاییش که نیاز داره تیره تر بشه و روی اون قسمت سیبیلش هم یه کم دیگه سایه میزنم. ببینید طبیعی ترش میکنه. بعد با مداد B2 خط وسط لب رو باز کار میکنم، یکم تیره تر میکنم، فشار خیلی زیاد ندارم و تونالیته ایجاد میکنم به طرفین. این قسمت لب یه کوچولو فرو رفته است، پس تیره تر کردم. دوباره روی لب پایین جای خطها رو فراموش نمی کنم و نورم رو حفظ می کنم. لب بالا رو هم تیرگی هاشو تکمیل می کنم. خیلی تیرش نکنین چون این لب آرایش نشده است. میریم حالت نیمرخ. در این حالت بینی، لب بالا و لب پایین و چانه به صورت پله‌ای قرار گرفتن. یه شیب به سمت پایین داره. لب بالا 3 تا عضله داشت که ما سمت راستی رو نمیبینیم، پس من 2 تا عضله میذارم براش. لب پایین هم 2 تا داشت که یکیشو میبینیم. دقت میکنم که لب پایین عقب‌تر از لب بالاست. بر اساس این فرم این بیزی ها میام شکل لب رو میسازم. گوشه لب این قسمت گفتیم فرو رفته است و این بغل یک گره داریم. عضلات گفتیم اونجا از هم رد شدن. ویدیو آناتومی لب رو حتما ببینید.
بعد میام لب پایین رو میسازم. گذاشتن اون بیزی ها توی ایجاد این فرم ها خیلی کمک میکنه. ببینید لب بالا جلوتر از لب پایینه و اینجا حدود چانه است و اینجا جای بینی. میام فرم چانه رو ایجاد میکنم، یه فرو رفتگی، یه برجستگی و این قسمت زیرش. بالای لب فرو رفتگی دارم، میره تا به سمت بینی. توی طراحی معمولا از بالا به سمت پایین میایم، ولی چون درسمون لب بود دیگه به این صورت برعکس. بینی از غضروف و استخوان تشکیل شده، قبلا درسش رو دادیم. 2 تا بیضی گذاشتم و بعد میام سوراخ بینی رو تشکیل میدم. فرمش رو دقت بکنیم. و بعد اون پره بینی رو شکلش رو میذارم بر اساس مدلم. بریم سراغ سایه. شروع میکنم سایه لب رو زدن. از وسط لب سایه میزنم به سمت بالا. باز این لبه یه مقدار آرایش شده است. من اینجا از مداد B2 و B4 استفاده میکنم. الان این قسمت تیرگیامو دارم با خود همون مداد B4 هم میسازم. از وسط لب شروع کردم، سایه‌شو تیرگیاشو گذاشتم. لب بالا چون کلن تیره است، در واقع تیرگی ها رو داره و حد وسط، یه دست یه سایه زدم، بعد بیام تیره تراشو بزنم. جای نورها رو گذاشتم، بعد تیره هاشو یه حد وسطی میزنم. حالا دوباره با مداد B2 که داشتم نوکش تیزه و به صورت مستقیم سایه میزنم. توی این طراحی که الان دارم انجام میدم نه از محو کن استفاده میکنم، نه این که مثلا انگشتی روش بکشم، دستمالی بزنم، هیچی. فقط با مداد مستقیم کار میکنم. میخوام که شما مثلا هر 3 مدل رو ببینید. وسط لب رو تیره تر میکنم به سمت بالا و اون خطهای روی لب رو فراموش نمی کنم. خیلی از عزیزان رو میبینم که لب رو شروع میکنن یهو تیره میکنن، پررنگ میکنن. لب پر از عضله و جزئیاته. این که رفتم روی کاغذ دیگه اینجوری بود که این تیکه رو من زدم ولی دیدم فیلم نگرفته. بعد سایه لب رو یه بار توی یه کاغذ دیگه زدم. حالا ادامهشو میتونم تو همین برگه دفترم اجرا کنم. دوباره میرسم به پوست. اینو میتونم با مداد HB کار کنم، مداد B2 فرقی نمیکنه. یه مدادی که خیلی نرم نیست ولی خب تا یه حدی بتونه به من تیرگی بده. پشت لب رو شروع کردم سایه زدم، یه حدودی گذاشتم. سایه های بینی رو میخوام کار بکنم. سوراخ بینی چون حفره است و فرو رفته کاملا تیره است، اما تیره و مثلا یک دست نیست. دوباره پایینش یکم برجستگی داریم که باید روشن بذاریم. پره بینی رو سایه میزنم، از جایی که فرو رفته است به سمت مرکز تونالیته میدم. باز انگار که یک کره اینجا قرار گرفته. روی کره چجوری سایه میزنیم؟ از اطراف به سمت نور سایمون رو ایجاد میکنیم. بینی یه سری برجستگی ها و فرو رفتگی ها داره، باید حواسمون به اونا باشه. مخصوصا این که وقتی که داریم عکس یه شخصی رو کار میکنیم که میشناسیمش و میخوایم که مثلا حتما شبیهش بشه، گذاشتن این جزئیات و این زاویه هاست که باعث میشه که مثلا چهره اون شخص شبیه خودش بشه یا نشه. اینه که خیلی مهمه. به خاطر ضخامت لب این زیر همیشه یه سایه بیشتری ایجاد میشه. تیرگیشو میذارم با همون مداد B2 یا حالا B4. میام پایین. این قسمت چانه رو سایه میزنم. باز به گرد بودن این قسمت دقت میکنم. از اطراف تونالیته به سمت وسط. نوک مدادم تیزه و مرتب مداد رو توی دستم میچرخونم. اینا نکاتیه که لازمه همیشه رعایت بکنیم. از بالا هم یه مقدار تیره میکنم، به سمت جایی که نور خورده تونالیته میزنم. اینجا روی کاغذ من یه خورده لک شده.
گوشه کاغذ بوده، چسبی که زده بودم باعثش شده. من خیلی با احتیاط اینجا رو کار میکنم. با نوک تیز مداد آروم آروم سایه میزنم. هر جا تیرگی ایجاد شده آروم آروم با پاکن خمیری که تیزش کردم اون تیرگی های کوچیک رو بر میدارم. جایی رو که میخوایم به این شکل اصلاح بکنیم پاکن رو تیز میکنیم و یواش یواش روی فقط لکه ها میزنیم. ولی این قسمتی که من میخوام عضله‌اش مشخص بشه یک کم پاکنم رو فشار میدم که روشنی رو بذاره. بعد دور تا دورش رو دوباره تونالیته میدم به سمت مرکز. این هم از حالت نیمرخ. خیلی ممنونم که تا پایان این درس همراه من بودین. این 3 حالت مختلف لب رو طراحی بکنین، تمرین بکنین. من مدلش و طراحی خودم رو تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. در درس بعدی حالات خاص لب رو طراحی میکنیم. پس اگر سابسکرایب نکردین همین الان این کار رو انجام بدین که درس‌های بعدی ما رو از دست ندین. شاد و سلامت باشین.